دوستان و همکتابی های عزیز، امروز میخوام درباره یک کتاب واقعاً جذاب و پرهیجان باهاتون صحبت کنم. بازگشت، اثر بلیک کراوچ، ترجمه سید رضا حسینی. این رمان در سال 2019 توسط کاربران گودریدز به عنوان بهترین رمان علمی تخیلی سال انتخاب شد و به جرئت میشه گفت که واقعاً هم حقش بوده. ماجرای این کتاب حول محور سفر در زمان و بازی با مفهوم زمان میچرخه. نویسنده با یه ساختار فوق‌العاده هوشمندانه جهانی خلق کرده که توش گذشته، حال و آینده دیگه خطی و معمولی نیستن. همه چیز به هم گره خورده و همین باعث میشه داستان پر از غافلگیری و تعلیق باشه. یکی از جمله‌های معروف کتاب اینه: همه لحظه های گذشته، حال و آینده همیشه وجود داشتن و همیشه وجود خواهند داشت. این یعنی چی؟ یعنی ممکنه شما بتونین همزمان توی چند زمان زندگی کنین. تصور کنین چه دنیای عجیبیه. یا اون جمله تکان دهنده: کسی که گذشته رو کنترل کنه، آینده رو هم کنترل میکنه. و همین ایده کلی ماجراجویی و هیجان وارد داستان میکنه. چیزی که این رمان رو خاص‌تر میکنه اینه که نویسنده مفاهیم پیچیده علمی تخیلی رو با روایتی روان و شخصیت‌هایی باورپذیر ترکیب کرده. بنابراین حتی اگه خیلی اهل علمی تخیلی نباشین، باز هم میتونین راحت باهاش ارتباط بگیرین و لذت ببرین. پس اگه دنبال یه رمان پرهیجان، متفاوت و عمیق هستین، بازگشت رو از دست ندین. مطمئن باشین از صفحه اول تا آخر با هیجان و شگفتی همراهیتون میکنه. ممنون که گوش دادین.